اعلیحضرت بابای ملت افغانستان در سالهای اخیر عمرش نیز در راستای ایجاد مناسبات عمیق میان ملت افغانستان و ملت‌های دیگر جهان تلاش نمود. او به طور پیهم و خستگی ناپذیر سفرا، فرماندهان نظامی، هیئت‌های دیپلماتیک و شخصیت‌های مهم سیاسی جهان را که به نحو با موضوع افغانستان زیر ابر بودند به حضور می‌پذیرفت. بابای ملت در این دید و وادی تا اهمیت استراتژیک افغانستان برای امنیت جهان و ضرورت همکاری مداوم کشورهای دوست را با کشور ما به صورت واضح بیان می‌کرد. این ملاقات ها نتایج قابل ملاحظه‌ای را بر روند تفاهم بین‌المللی برای ادامه کمک‌ها به افغانستان بر جای نهاد، طوری که آنها همکنون امنیت افغانستان را امنیت خود می‌دانند و نوع تعهد جهانی در این راستا ایجاد گردیده است. بابای ملت در زمینه رشد علمی و آموزش کودکان، نوجوانان و ارتقای ظرفیت زنان و تحقق حقوق آنها توجه زیاد داشت و مسئولان بخش‌های مربوط در این زمینه‌ها از هدایات و مشوره‌های ایشان سود می‌جستند. در فرجام یک بار دیگر احساسات قلبی و تمنیات نیک خویش را به حضور زعیم ملی کشور ابراز می داریم. به تمنای صحت و سلامتی شما. اکنون که بابای ملت در میانمان نیست ولی آنچه از او برای ملت افغانستان به یادگار مانده است، نظام است که همکنون ملت افغانستان برای تحقق صلح، ثبات و تأمین عدالت اجتماعی و احیای مجدد کشور انتظار آن را میبرند. جناب رئیس، این مستزادید که پدرم تقریباً 40 سال قبل سروده بود و من میخوام امروز در اینجا باز بخوانم که ای کاش زنده می بود و میدید که پسرش کدام مستزاد را برای پدر ملت میخواند. گرگویم عمرت از 1000 افزون باد، قولی است خطا، ورگویم کاخ دشمنت واژگون باد، این نیست دعا. گرگویم کاخ دشمنت واژگون باد، این نیست دعا. امید من آن است که در روز جزا در پیش خدا نامت به شمار عادلان مقرون باد، این است بجا. اندیشه های خردمندانه و دلسوزانه بابای ملت برای تحکیم وحدت ملی، اخوت و برادری و ساختار یک افغانستان با امن مرفه مرهم زخمهای هزاران یتیم،
بیوه و مردم زجر کشیده این کشور است. پس بر ماست تا برای تحقق آرمان‌های ملت افغانستان دست به دست هم دهیم تا باشد که آیندگان این سرزمین با خاطر آسوده برای رفاه و سعادتشان بیندیشند و کشورشان را به سوی تعالی و ترقی رهنمون سازند.